مرکزهای زلزله‌شناسی زمین‌لرزه نوبتی را در نزدیکی ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستانی بدخشان ثبت کردند. به اصلاح مرکزی زلزله‌نگاری ازبکستان زمین‌لرزه 13 مارس ساعت 17 به وقت محلی به عمل آمد. شدت آن 4 درجه طبق جدول ریختر بوده است. از 1 مارس امسال دفعه 21 است که در تاجیکستان از جمله در نزدیکی کل عظیم سرز تکان خوردن زمین ثبت می شود. تنها روزهای 11 و 12 مارس در تاجیکستان و افغانستان با قوه 4.3 تا 4.7 درجه 4 زمین لرزه به وقوع پیوسته است. گفت چی وقت زمین می لرزد؟ حضرت عبدالله ابن مسعود در کوفه بود، ناگهان زلزله شد در کوفه. قد وقعت زلزلتون بالکوفه، زلزله شد به کوفه. حضرت عبدالله ابن مسعود به امت پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن دارد. هنوز اصحاب پیامبر زنده بود. حضرت عبدالله ابن مسعود فرمود ان ربکم یستعتبکم، الله میخواهد شما را عتاب بکند، الله میخواهد شما را بیدار بکند، الله میخواهد شما را برگرداند به سمت خودش. بیدار باشید. این زلزله ها شوخی نیست، این زلزله ها خشم طبیعت نیست. سبب هرچی هست باشد. اگر امروز زمین شناسا میگه سببش این است که صفحات تکتونیکی زمین با هم در حرکت هستند، وقتی با هم دیگر میرسند میخوان از یک دیگر عبور بکنن نمیتوانند، وقت زیاد فشار میآید زمین را میلرزونه. سبب هرچی باشه باش، ما به او کار نداریم، ولی علت را دنبالش باشه. علت تخفیفا للعباد. خدا میخواهد درس بدهد به بندگان، الله میخواهد درس بدهد به بندگان تا بندگان بیدار شوند. گفت زمانی که امت پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 کار را بکند. گفتن مادر جان اون 3 کار چی هست؟ گفت زمانی که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم در میانشان فحشا عام شود، زنا عام شود، یا این به سمت خدا برگرده. این در حقیقت یک گوش زده هست. باور بکنین خود من شخصا ترسیدم. ترس من از این است که با این گناه چیکار کنم. بیاییم عزیزان من برگردیم. فاصله دوری ندارد، فاصله دوری نیست. السلام علیکم برادران و خواهران اسلامی. شخصانی که در ماه شریف رمضان میخواهند سفر به حج کنند، یک ماه با نرخ ارزان $1900 از شرکت مهاجر تور است. خودی حاضر در نامرهای روی اکران بوده زنگ زنید. در این شرکت برادران تاجیک خودمان است و نگفته نماند این نرخ تنها برای ابونچی‌های ما و راه فرد است. از نام کانال ما مراجعت کنید. الله مهربان حجتان را قبول بفرماید. آمین. پس عزیزان من، این زلزله ها، این زمین لرزیدن ها همه سببش معصیت و گناه و نافرمانی ما هست. ما زمین را به خشم می آوریم. زمین روزه کند 3 بار فریاد. چرا تو غافلی ای آدمی زاد؟ مشو بر فرصتی 2 روزه مغرور، تو را باشد دل من خانه گور. به حسرت ها درایی در دل من، غریب عاقبت در منزل من. پول کس را نجات نمیده. شاید خیلی ثروتمندا بودن که رفتن. ورزش کس را نجات نمیده. انرژی خوردن کس را نجات نمیدهد. در کاخها زندگی کردن کسی را نجات نمیدهد. موترهای آخرین سیستم داشتن کسی به آرامش نمیرسد. باور بکنین یک از ویدیوها را به من دیدم. یک طفل زیر همون آوار شده بود که مرده بود. مادرش فریاد میکرد و او خشتها را دور میانداخت، در حالی که در تنش سرش هم برهنه بود. یک لباس بسیار نازک به تنش بود، پتلون پوشیده بود. یعنی شاید کسی متوجه نشد که چرا این آمد. در خورشان میدهند، در تلویزیون ها میمانند که خشم طبیعت بود. فقط طبیعت خشمش گل کرده بود، این اتفاق افتاد. هیچ کسی به اون سمت نمی رود. دشمنان خدا این اعلان را در تلویزیون ها میکنند که خشم طبیعت است. هیچ کسی نمیگوید که این عذاب خداست. این برای ترساندن آمده، برای پند دادن آمده که تا بیدار بکند امت را. خشم طبیعت است. شما گناه بکنید اشکال نداره، با گناه شما ربط ندارد. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها را پرسیدند که مادر جان چه وقت زمین لرزه می کند؟ مادر جان چه وقت عذاب از آسمان بر سر امت رسول الله صلی الله علیه و سلم می آید؟
حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمود وقتی که امت پیامبر 3 تا کار بکنن، چند تا؟ 3 کار بکنن، گفت اون وقت زمین میلرزد زیر پایشان. حتی در روایات داریم که زمین هر روز صدا میزنه، زمین هر روز صدا میزنه به پروردگار که خدایا این بندگان تو آنقدر معصیت کردن، آنقدر روی من معصیت کردن، ولی چقدر زمین متواضع است، نجاست را میاندازی آرام است، گناه میکنی آرام است، به این زمین تو عفو میخوایم، پیشاب میکنی به تو آب فیلتر شده میده. چقدر زمین آرام است. فکر میکنیم ما سر زمین هر کار گاهی وقت لتو کوبش میکنیم. این زمین آرام است. این زمین از الله میخواد پروردگار را اجازه بده که اونهایی که نافرمانی و طغیان میکنن به خود ببلعونشانه، اینا را فرو ببرو. الله رب العزت و جلال میگه ای زمین تو صبر باش، روز قیامت تو را شاهد میگیرم به گناهانشان. چقدر سخت است. روز قیامت تو را شاهد میگیرم به گناهانشان. روز قیامت این زمینی که سرش گناه میکنی شاهدی میدهد. در بینشان فحشا عام شود، زمین میلرزد. سریال ترکیه است، سریال ترکیه است، سریال ترکیه است. عزیز من، سریال است، ترکیه است، سریال ترکیه است. وقتی که امت پیامبر فحشا بکنن روی زمین، وقت فحشا کردن دیگر زمین هرچه از خود صبر دارد، هرچه از خود حد دارد، لطف حق با ما مواساها کند، هرچه از حد بگذرد رسوا کند. بله پروردگارم لطفش حد دارد عزیز من، صبر پروردگارم حد دارد، ولی یک وقت اگر خدا خشم گرفت، ان ربک لبالمرصاد، بندگان من خدا در کمینتان نشسته است، از کمینگاه خدا نمیتونین عبور بکنید. اگر الله رب العزت و الجلال بخواهد قوم را هلاک بکند، هلاک میکند. گفت وقتی که بر روی زمین فحشا صورت بگیره. دوم، وقت زنان موسیقی خوان در زمین زیاد شود. تو را به ایمان بگو که هست یا نیست. وقتی که زنان موسیقی خوان در روی زمین زیاد شود. فرمود سوم، گفت زمانی که امت رسول خدا شراب بنوشد، زمانی که امت پیامبر شراب بنوشد. وقتی این 3 اتفاق افتاد، اون وقت دیگر زمین زیر پایشان می لرزد، اون وقت دیگر زمین اینها را به زمین فرو میبرد، میکشاند. در حدیث 2211 ترمذی عیناً همین عبارت موجود است. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود زمانی که امت پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات دادن را تاوان بپندارند، پسران به سخن پدرشان گوش ندهند، دختران به سخن مادرانشان گوش ندهند، در داخل مسجد سر و صداها به وجود بیاید و ظهرت القینات، زنان موسیقی خوان زیاد شود، و المعازف، آلات موسیقی زیاد شود. داخل جیب هر کدام ما آلات موسیقی موجود است. و ظهرت القینات و المعازف، سابق بودن که یکم عروسی که میشد باز یک دانه سازنده را می آوردن که موسیقی بنوازه، اونجا می رقصیدن. حالا خود داخل خانه ما هر دقیقه با خواهی موسیقی است. و ظهرت القینات، زیاد بشود زنان موسیقی خوان، و المعازف، آلات موسیقی، و شربت الخمور، مردم شراب بنوشند. فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید این زمانی هست که شنبادها پیدا شود، یعنی طوفان‌های خطرناک زمین را بگیرد، و زلزلة، زمین زلزله بکند، و خسفا، زمین بکشاند بعضی ها را به خودش، و قذفا، سرشان سنگ ببارد. استثناء نشده که فقط سر کفار، سر ترکیه مسلمان است، سوریه مسلمان است، ولی وقت سرکشی کردیم، وقت طغیان کردیم، خشم الله رب العزت و جلال دامنگیری ما می شود. بنابراین عزیزان من، چی کار بکنیم؟ گفتم چی کار بکنیم تا از عذاب الهی نجات پیدا بکنیم؟ بهترین راهکار، بهترین نسخه برای تو می دهم عزیز من. رسول الله صلی الله علیه و سلم تا زمانی که بود
الله رب العزت و الجلال در آیه 33 سوره توبه می‌فرماید و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. این آیه که نازل شد نبی علیه السلام فرمود نزل الله علی امانین، الله رب العزت و الجلال برای من دو تا امان نازل کرده. اگر امت من این کار را داشته باشند و این دو تا امان را داشته باشند، از هر عذاب هم در دنیا نجات پیدا میکنند هم در آخرت. بگو الله اکبر. کدام است؟ یکیش وجود محبوب دلها، وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله در این آیه گفت یا رسول الله تا زمانی که تو در میان امت هستی به این امت عذاب نمیفرستم. تا زمانی که تو در میان امت هستی به این امت عذاب نمیفرستم. خب وقتی که رسول الله رفت این امت بیچاره چیکار بکنه؟ وقتی که رسول الله رفت باز هم یک نسخه داده الله، باز هم راهی وجود دارد، باز هم پروردگار راهی بیرون رفته از هر بدبختی برای بندگان خود پیشکش کرده. برای شرابی، زناکار، دزد، هر عمل زشتی که یک مسلمان انجام داده بهترین صابون برای پاک کردن هر گناه و بهترین درمان برای هر درد، بهترین سپر در برابر هر مصیبت و بلا. فرمود ای رسول صلی الله علیه و سلم تا زمانی که تو در میان امت هستی به امت عذاب نمی آید. خود رسول الله نیست صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت. فرمود و ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون. هرگز خدا نمیخواهد به این امت عذاب بفرستد تا زمانی که اینها استغفار طلب بکنند.